انگلیس به عنوان کشوری که منابع نفت و گاز آن ته کشیده، بیش از 70% از گاز مصرفی را از خارج وارد می‌کند. شرکت‌های تأمین کننده برق در این کشور نیز به لحاظ دوری از سایر کشورها و هزینه بالای تولید برق، بالاترین مبلغ را برای انرژی می‌پردازند و به تبع از مشترکان در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی پول بیشتری دریافت می‌کنند. از آنجایی که بهای برق و گاز در انگلیس زیاد است، مردم خودشان به صرفه‌جویی مشغولند. خانه مادرمه و من به محض گرم شدن منزل بلافاصله بخاری رو خاموش میکنم، زیرا بهای برق و گاز بالاست. مادرم با اینکه 87 ساله است اصلا نمیخواد بخاری رو روشن کنه تا صورت حساب انرژی بالا نره. من معمولا از پتوها و لباسهای زمستانی برای گرم شدن در خانه استفاده میکنم. تلاش میکنم به جای گرم کردن خانه خودم و بچه‌ها رو گرم کنم. اگرچه توصیه به صرفه‌جویی در مصرف انرژی و جلوگیری از هدر رفت آن برای کمک به کاهش هزینه خانوارها همیشگی است، این روزها در انگلیس این توصیه‌ها همگانی شده. یکی از مهمترین اقدامات در زمان سرمایه هوا نگه داشتن گرما در اتاق است. بنابراین باید پرده ها را بکشید و درها را ببندید و هر زمان از اتاق خارج می‌شوید چراغ را خاموش کنید. یکی از علل گرانی گاز در انگلیس این است که این کشور در میان کشورهای اروپایی کمترین انبارهای ذخیره را داراست و فقط میتواند 2% از نیاز سالانه‌اش را انبار کند. دیگر کشورهای اروپایی تا 25% از نیاز سالانه خود را ذخیره میکنند و بنابراین بهتر میتوانند در برابر نوسانات قیمت مقاومت کنند. بر اساس گزارش نهادهای ناظر در سال جاری میلادی، بیش از 12% درآمد مردم انگلیس صرف پرداخت صورت حساب برق و گاز شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.